سلام رفقا، حالتون چطوره؟ قبل از اینکه باتری کاملا خالی بشه من حالا آپلودش رو میذارم تو شارژ آپلود میکنم. اینا رو داشته باشیم خیلی سریع. حالا من اینو باید از عقب‌تر بکشم چون مگنت رو دیگه نمیخوام خاموش کنم دیگه. بریم بالا که این خودش گره‌ایه که حالا توش واکنش اتفاق افتاده. یادتون باشه گفتم این گره مهمیه، قیمت بهش برسه واکنش خواهیم داشت. اما کجاش رو حالا بریم پایین‌تر که اصلا مستقیم بریم یه دقیقه بریم اون آخری که گره ازش کشیده شده ببینیم کجاهاش واکنش بوده. اصلا لود نمیکنه. خب بریم 5 دقیقه. ببین این هست. خب هانت هم میتونه بشه، بعد این هم هست. بذار یه همچین جایی دیگه یه دقیقه لود نمیشه. بریم پایین‌تر. اینجا نه اشتباه شد، از این پایین. خب بعد مگه این گره این اینجا چیه؟ آیا اهمیتی نداره؟ شاید نداشته باشه، شاید نداشته باشه. بریم جلو ببینیم واکنش ها به چه صورتی بوده. بله این پایینی گفتم اهمیتی شاید نداشته باشه. این بالایی هم که یه واکنشی داشته در حد همون تقریبا صفر خودش. حالا باید بریم چیز اون بالا هم که هانت شده گفتم. خب حالا چی میشه؟ خدا وکیلی خواستم بگم که این یه بار اینجا شکسته، یه بار اینجا شکسته، یه بار اینجا شکسته، یه بار اینجا شکسته دیگه. موقعی واکنشش داره میرسه، ولی خب مهم اینه که در عمل آدم بتونه تشخیص بده که این موقعی واکنششه. حالا این بالا رو من کلا پاکش میکنم. ای بابا پاکش میکنم. بریم جدیدتر بررسی کنیم. همینو بریم یه دقیقه عرض کنم خدمت شما دوست گرامی. من اینو از اینجا بگیرم تا اینجا بد میشه به نظرتون؟ آخرین سطح یه دقیقه‌ای بود. این بالا یه کندل خوشگل دارم میبینم. خب این بالاها بازم کندلای خوشگل زیادن، ولی همینجا بذار باشه فعلا دیگه. خب پایین بیاد کجا رو میبینم؟ اولین جای واکنش همینجاست که واکنش داشته، یعنی الان دم در واکنشه. خب اینا ببین اونایی که واکنش کندلی داشتن بهترن به نظر من، یعنی یه بار دیگه هم میتونن واکنش بدن به نظر من. اینا رو نمیدونم، اینجاها رو مشکوکم بهشون، اینم رو مشکوکم، ولی حالا اینجا خوبه به نظرم. بله ایرور باتری هم اومد و من کم کم مرخص میشم از حضور شما. اینا رو فعلا داشته باشیم بس دیگه. برای امروز آدم چند تا سطح میخواد دیگه؟ باتریمونم داره خالی میشه. بیا یه سطح دیگه اینجا عین هر 4 5 تا 6 تا سطحی هم که هست فکر کنم بشکنم دیگه. خب اینم که واکنشش داشته اینجا این سطح کلا بازم میتونه واکنش داشته باشه به نظرم. یعنی من میتونم اینجاها رو کلا داشته باشم که شاید اینجا واکنش های دوباره دیده بشیم. بازم بیایم پایین تر، یعنی فکر میکنیم بازم پایین تر جای واکنش داریم. نمیدونم، شاید مثلا شاید اینجا. بس دیگه امروز خبری چیزی که نداریم. داریم اگه خبر داشته باشیم میتونه این سطوح رو بشکنه بره برای سطوح تایم های خیلی بالاتر. اینم یه سطح تو 5 دقیقه و اصلا هم نمیدونم کار کنه یا نه، چون فکر میکنم اشتباهه. فکر میکنم اینجا باید باشه یا اینجا ها. پس اینو پاک میکنم که کسی به اشتباه نیفته از جمله خودم. خب اینم باشه فعلا. خدا نگهدار.